یاد کدم خدا رو، محمد مصطفی رو، چار یاری با صفا رو، حسن حسین دشت کربلا رو، بی فاطمه و زهرا رو، خدیجه و کبریا رو، عزیز اولیاها رو، 366,000 پیغمبرا رو، از اشرق تا مشرق، از مشرق تا مغرب، از آدم تا به حاتم، از حاتم تا به این دم، شفای همه بیماران، نجات قرضداران، آزادی محبوسان، تدبیر آخر زمان، فیض و برکت در خانه و در هممان. پروردگار ای وسوسه شیطان، ای بلای زمین آسمان، ای مرگ مفاجا، ای شهر شیطان، ای بنده های بدگمان. کلی بنده را نگهبان باشد، در قطار اهل بیت همیجا نشستگی را نگهبان باشد، خانواده ما و کلی بنده تاجیکستان را نگهبان باشد. هیچ وقت به دوست چار نکنه، به دشمن خوار نکنه، بر مرد نامرد محتاج نکنه، هم مرد مانه به ایمان کنه، به توفیق کنه، خدا ترس خدا شناس کنه، همه وقت برای راست هدایت کنه، همه وقت دلشاد باشیم، خانه همان آباد باشه، از درد غم دنیا هممون آزاد باشیم، الهی با هم باشیم، به درد و به غم باشیم، در این دنیای دو روزه یک عمر با هم باشیم. خانه من پر نور بود، دسترخانه من پر از نعمت نور بود، بلای زمانه و آفت دور از خاندان و از بدنا من دور بود. نبیند دسترخانه من هیچ کمی از طعام، به حق محمد و آلیش سلام. ای بار خدای عرش و کرسی، 6 چیز به ما عطا فرستی، ایمان، امان و تندرستی، علم، عمل، فراغ دستی. پروردگار مهربان کلی بنده را نگهبان باشد، در شهر مسافری در خطرش فرزندکای ما را هم نگهبان باشه. پروردگار ساق رفتن سلامت بیان، به دوست سر نکنه و به دشمن خورشان نکنه، هرگز دستی کم نبینن، دلی غم نبینن، سری خم و چشم نم نبینن، ساق رفتن سلامت گشته بیان به بالای فرزندکاشون. پروردگار مهربان کلی بنده را خرسان که در خطرش فرزندای ما و شما را هم خرسان کنه. یا الله یا رسول خدای مهربان، دائما مادرها را، دائما بندگان را به درگاه الهیتون قبول کیگی در شهر مسافری ای ساق رفته سلامت گشته بیاید. پروردگار خیری کردگیاتون را به درگاهش قبول کنه، بی رحمت که یا رحمت رحمین.